جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. ابوبکر همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم در غار ثور. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و دوستشان ابوبکر صدیق خداوند از او راضی باد در تاریکی غار پنهان گشتند. سیاهی شب همه جا را فرا گرفته بود. به گوش ایشان آوازهای دلخراش مشرکان که تا نزدیکی آن غار تاریک آمده بودند می رسید. پیامبر صلی الله علیه و سلم را خواب فرا گرفت و چشمهای آن حضرت پوشیده گشتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم سر مبارکشان را به سینه ابوبکر گذاشته خوابیدند. پس از گذشت چند ساعت پای ابوبکر که با آن سوراخی مارها را محکم کرده بود، نیشی زهراگین ماری افعی را احساس کرد. ولی حضرت ابوبکر خداوند از او راضی باد از جای خود تکان نمیخورد که مبادا پیامبر صلی الله علیه و سلم را ناراحت کند و آن کس از خواب برخیزند. ولی از شدت درد جانکاهی که بر پایشان از تأثیر نیش مار رسیده بود، اشک از چشمانشان بر روی مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم ریخت. در این حال پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از خواب بیدار گشتند و به سوی ابوبکر خداوند از او راضی باد نگریسته گفتند: به تو چی شد ای ابوبکر؟ ابوبکر خداوند از او راضی باد در جواب گفت: فدای تو باد پدر و مادر من، پای مرا مار گزید و خیلی سخت درد دارد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حال به جای نیش زده ای مار آب دهان مبارکشان را گذاشتند. پس از آن اثر زهر نیش مار از پای ابوبکر دور شد، مثل آن که چیزی نشده باشد. تنها پس از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم اثر آن زهر بر ابوبکر خداوند از او راضی باد برگشت. برادر و خواهر ایمانیم، چنین بود صداقت ابوبکر خداوند از او راضی باد به پیامبر صلی الله علیه و سلم. او حاضر بود که جان خود را برای پیامبر صلی الله علیه و سلم فدا نماید. پس امروز ما باید درس صداقت را از ابوبکر بگیریم و به فرموده های پیامبر صلی الله علیه و سلم صادق باشیم، آنها را عملی گردانیم، سنت ها را زنده گردانیم و به دیگران برسانیم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.